درود، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه بعد از حدود 4 ماه. ولی خب یه ویدیو خیلی جذابه واقعا. اگه یادتون باشه بوده 6 ماه 7 ماه پیش قبلش هم روی اون یکی چنل ریورس پنل به پنل روی صنایع من آموزش دادم که خب خیلی به دردشون خورد، خیلی دارن هنوزم استفاده میکنن. ولی خب یه مشکلی که داشت، روی مرزبان کسی نتونست بزنه. یعنی همکارا لطف کردن بعد از اینکه من گذاشتم، البته یه هفته بعد اومدن دقیقا همین ویدیو آموزش دادن، ولی خب روی مرزبان رو کسی نذاشت و خب درخواست‌ها خیلی زیاد بود. خودم هم حقیقتا ایده‌ای نداشتم که چطور میشه این کارو کرد. حتی خیلی از دوستان لطف کردن گفتن نمیدونم هزینه نیاز واریز کنن. خب در هر صورت الان اومدم با یه روش خیلی خفن برای اینکه اینو روی مرزبان اجرا کنین، البته با تشکر از یکی از دوستان امیرجان. مشکلی که وجود داشت چی بود؟ مشکلی که وجود داشت، شما توی مرزبان یه کور دارین دیگه، یه کور مرکزی دارین. توی این هر چیزی که حالا کاری اصلا ندارم که حالا اون گرافیکی این کور ستینگ همش یکی دیگه، ولی چرا نمیشد به این راحتی روی این اجراش کرد؟ چون که میشد، یعنی اگه فقط یه سرور بود میشد، ولی وقتی میومدین یه تنظیماتی رو اینجا میذاشتین بعدش رو تمام نودها اعمال میشد دیگه و بقیه نودها یه جای قاطی میکردن، یعنی تداخل ایجاد میشد عملا. این مشکل رو با مرزبان ما داشتیم برای این موضوع که حالا با یه حرکت خیلی ریز و ترکیبش با صنایع میایم این مشکل رو حل میکنیم. فقط لطف کنین نمیدونم دیگه لایک کنین، شیر کنین، ساب کنین، جوین چنل تلگرام شین و این داستانات که حداقل 2 روز دیگه که همکارا هم زحمت همین ویدیو کشیدن بالاخره بدونیم از کجا اومده. در هر صورت دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نیارم، بریم سراغ آموزش. خیلی مختصر و مفید میگم دیگه که حوصلتون هم سر نره. این بنده خدا پروموت شد. حالا اولین کاری که میکنیم، من یه مرزبان نصب کردم دیگه. من فرضم رو گذاشتم که شما میدونین یه مرزبان رو چطور نصب کنیم. این مرزبانمون و خب ببینید من میخوام تانلم رو روی نود اجرا کنم، یعنی میخوام این سرور رو تانل کنم، نمیخوام خود مرکزیمو تانل کنم، چون احتمالا شما هم همین کار میخواین بکنین. البته فرقی هم نداره مستر باشه یا نود. در هر صورت میام ببینین سرور رو نود کردم، این سرور که آخرش 166 چقدرم 6 داره، روی همین صنایع هم نصب کردم، یعنی هم نودش میکنیم هم صنایع نصب میکنیم. یه دونه ایران هم که طبیعتا میخوایم، نیازی نیست ایران رو نود کنیم، فقط کافیه که روی ایران صنایع نصب کنیم. تا اینجا رو گرفتین؟ حالا اصلا فرض کنید که مرزبان نداریم، یعنی ما میخوایم تانلمون رو بین این دوتا برقرار کنیم. این ویدیو حتما اگه ندیدین ببینین، چون که خیلی کمک میکنه که بهتر بفهمین و ببینین داره چی میشه. اگه میخواستیم این کار کنیم، تنها کاری که نیاز بود بکنیم چی بود؟ میومدیم برای شروع توی ایرانمون یه دونه کانفیگ میساختیم به عنوان میدل، یه دونه که کاربر بهش وصل شه. اینجا هم همون میدل رو میسازیم. میدل منظورم اون کانفیگی هست که سرور خارج با توسط این میاد به ایران وصل میشه. خب من اینو میسازم، اینو کپی میکنم. چیکار میکردیم؟ میومدیم توی سرور خارج یا الان که همون نودمونه، تو قسمت اوت باوند ها اینو میذاریم. اینو که گذاشتیم، حالا اگه یادتون باشه میمدیم توی ایران یه کانفیگ دیگه هم میساختیم به عنوان حالا کلاینت، کاربر، که یوزر هامون به اون وصل شن. ولی الان این کارو نمی کنیم. الان میایم یه دونه دکو میسازیم، یه دکوی خیلی ساده. پورتم چنده؟ البته اینم بگم که من اینجا یه دونه کانفیگ بیم سی سی پی هم ساختم برای کاربرام به پورت 8082. اینم اینجا میذاریم. آی پی این بنده خدا هم کپی میکنیم. البته من از عمد یه دونه سرور فیلتر انتخاب کردم که یعنی با یه دکوی عادی بس نشه. الان اگه میخواین تستش هم میکنیم. توی مرزبان یه یوزر بسازیم به نام تست. پاک کنم، بیایم اینجا آی پی ایرانمون رو بذاریم. البته یه موضوع من یادم رفت اینجا بگم، اینو اول من بذارم. ببینین توی دکو قبلا ورژن‌های خیلی قدیمی دیگه، الان میشه خیلی قدیمی، این قسمت رو نداشتن، یعنی از این خط به بعد رو نداشتن و به صورت دیفالت این گزینه اسنیفینگ خاموش شد. ولی تو ورژن‌های که دیگه الان هست این خط و این آپشن به صورت دیفالت روشنه.
روی دکو اینه که اذیت میکنه، خاموشش کنین، ممکنه از جات کانفیگتون کار نکنه. الان ببینین، الان من اینو بزنم کنترل آر زدم برای تست، این بهمون -1 میده. چرا؟ چون سرور خارج من فیلتره. اگه سرور فیلتر نبود کار میکرد ولی خب زود فیلتر میشه این دکو دیگه. خب این از این میدل رو هم ساختیم، میدل رو هم گذاشتیم توی اوت باوند. میام تو قسمت ریورس، این تو ایران هم میرم تو قسمت ریورس و اینجا اد ریورس میکنم. ببینید این دامین من مثلا میذارم chia.tech. توی ایران هم اینجا دیگه بریج نمیخوایم، پورتال میخوایم، chia.tech رو میذارم. خب تو همون جوری که تو این ویدیو هم گفتم اینا باید با هم دیگه یکسان باشن، یعنی این با این جفتش، این chia.tech باید اونجا هم chia.tech باشه. الان تو سرور خارجم یه دونه بریج دارم، اوت باوند رو میذارم دایرکت همون پروتکل فریدامه، یعنی همون نت سروره دیگه. حالا هر دیفالت توی پنل صنایع اسمش دایرکته. اینترکانکشن رو میذارم اون میدل، اون کانفیگی که خودم توی اوت باوند اضافه کردم. اینجا اد ریورس میکنم، سیو میکنم، ریستارت میکنم. حتما باید سیو روی استارت رو انجام بدین. این هم همون دایرکت که گفتم، اینم سرور میدل که خودمون اضافه کردیم، یعنی ببخشید کانفیگ میدل. البته میام توی ایران همونطور که گفتم پورتال نیاز داره، دامین هم دقیقاً مثل بریج خارجه. این باوند میومدیم قبلا اون این باند رو انتخاب میکردیم که کلاینت کاربر بهش وصل میشد. الان دقیقاً میایم اون دکو رو انتخاب میکنیم، الان هم کاربر به دکو وصل میشه دیگه، یه جوری همونه. اینترکانکشن هم میایم همون به اصطلاح میدل رو میذاریم، اد ریورس میکنیم، سیو میکنیم و ریستارت میکنیم. برمیگردیم توی ویتوره، این منهای یکه، دوباره من ازش پینگ میگیرم، همونجوری که میبینین پینگ میده و وصله. و خب دیگه چیزی هم نیست، خیلی هم به نظر خودم واقعا کاری نداشت و ساده بود. البته تا اینو پیدا کردیم اصلا ساده نبود ولی اجراش آسونه. نوتی هم دوست دارم بگم، مثلا جوین شین تو تلگرام، کامندا رو بذارم ولی کامندی هم نداره دیگه، خودتون جوین شین، ممنون میشم. ساب و این چیزا هم فراموش نشه، واقعا گناه دارم 400 ساب یکم این بره بالاتر، خب منم انگیزه میگیرم ویدیو بیشتر میذارم. و البته اینم بگم، من کلا سعی میکنم ویدیویی بذارم که نباشه، نه اینکه بیام این چیز تکراری رو بگم، برای همین خیلی فعال نیستم. در از صورت همین دیگه، سابم فراموش نشه. تا درودی دیگر، بدرود.